سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 25 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت یک جوانزن در دوشنبه برای بدمستی و لطوکوب راننده تاکسی. پلیس هنگام رید در خباروفسک یک مهاجر از قرقیزستان را پرانده است. سفارت گفت در صدمه تنبوف 2 تاجیک کشته و 3 تاجیک دیگر زخمی شدند. آدمکشی در پنجکند، مرد 50 ساله رفیق خود را زده کشته است. در اشکاشیم جیپ راهگذر مادر و دختر را پخش کرده است. و اکنون تفصیلات خبرها. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 24 آگوست سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخله از بازداشت یک جوانزن برای اوباشی و دخلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی خبر داد. بنا به گزارش سراج الدین شکوری، سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه، کارمندان بتالیون مخصوصی دیدبانی و پیروهداری میلیشیای پایتخت یا PPS شب 21 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 3:20 در کوچه سوئیلی در پاولوی بیمارستان استقلال شاهد ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردن یک جوانزن مست شده او را بلافاصله بازداشت کردند و به شعبه یکم میلیشیای نویای فردوسی بردند. در جریان سنجش معاین کرده شده است که این نفر شهروند ستار و زرینا آلیموونا سال تولدش 1999 ساکن شهر دوشنبه بوده است. در نوار نشر شده دیده میشد که زرینا ستارova ساعت 3 شب در حالت مستی در نزد بیمارستان استقلال پای لوچ در بین را رقص میکند. میلیشیا گفت که اخیرا ستارova همچنین با شهروند محمد نیماتوف راننده تاکسی تمغه خوندای رقم قید دولتیش 9559 سال تولدش 1998 مناقشه کرده چراغ‌های ماشین او را زده شکسته است و به صاحب ماشین ضرر مادی رسانیده است. در عکس نشر کرده میلیشیا دیده می شود که روی راننده تاکسی را زده خونشورم کردند. در گزارش گفته شد که این قضیه تحت تفتیش پیشکی قرار دارد. در نوار لحظه بازپرسی ستارova دیده می شود این جوانزن به فرق از لحظه های مستیش لکای خیلی آرام شده است و به تن لباس خاکسارانه پوشیده و به سرش روی مالم انداخته است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله رفتار زرینا ستارova را عمل ننگی نامیده گفت خیلی تأسف آور است که وقتی که زنان دغلانه ترتیبات جمعیتی را پایمال میکنند و بازم تصوف بارتر آن است که زنان به چنین کردار در حالت مستی میزنند. شب 24 آگوست سال 2023 در جریان رید مقامات در автовокзال شهر خباروفسک در منطقه شرق دور روسیه افسر روزگواردیا برای بازداشت مهاجری که میخواست با ماشینش از دست آنها فرار کند از سلاح استفاده برده آن مهاجر را زخمی کرده است. مقامات ادعا دارند که مهاجر گویا یک افسر را با ماشینش پخش کردنی بود. ویدیو لحظه تیراندازی افسران پلیس شب 24 آگوست در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. در ویدیو صدای تیرپرانی و داد و فریاد یک زن شنیده می شود. خود سنجربک رجبویف و یا دوستان و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی در پلیس خباروفسک به خبرگزاری ریا نووستی این تیرپرانی را چنین شرح دادند. 24 آگوست سال 2023 در ساعتگاه شبانگاهی در حدود автовокзال خباروفسک کارمندان ما رید می‌گذراندند. یکی از زادگان منطقه آسیای مرکزی مقاومت نشان داده هنگام فرار با ماشینش کوشش کرد که یکی از کارمندان مقامات را پخش کند. بر علاوه او برای آدمان تهدید ایجاد کرده بود. به این دلیل کارمندان روزگواردیا از سلاح استفاده بردند و در نهایت قانون شکن دستگیر کرده شد. رسانه‌های محلی خبر دادند که این مهاجر تیرخورده سنجربک رجبویف سال تولدش 2003 شهروند قرقیزستان است. سبب از محل رید فرار کردن او ناروشن باقی میماند. ریاست تفتیشات کشور خباروفسک و ولایت مختار یهودیان روز 25 آگوست خبر داد که در رابطه بین حادثه از جانب شعبه تفتیشات نویه ژلزنودروژنی شهر خباروفسک بر اساس ماده 317 کودکس جنایتی روسیه با اتهام سوءقصد به جان کارمند مقامات حفظ حقوق هنگام اجرای وظیفه پرونده جنایتی گشودند. به سنجربک رجبویف بر اساس این بند قانون از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. ریاست تفتیشات گفت در جریان این رید یک کارمند مقامات جراحت برداشته است.
او را هم این افسر و هم مهاجر تیر خورده در بیمارستان قرار دارند و تفتیشات مسئله انتخاب چوره پیشگیری نسبت به مهاجر دستگیر شده را بررسی میکند. در چند ماه اخیر ریدها به ضد مهاجران در شهرهای روسیه افزایش یافته است. سفارت تاجیکستان در روسیه هلاکت 2 مهاجر تاجیک و جراحت برداشتن 3 شهروند دیگر تاجیکستان را در صدمه مدهش روز 22 آگوست سال 2023 در ولایت تنبوف تصدیق کرد. در آن صدمه در عموم 4 نفر به هلاکت رسیده، 5 تن دیگر جراحت برداشتند. سفارت تاجیکستان در روسیه در اطلاعش گفت از هلاکت 2 شهروند تاجیکستان که روز 22 آگوست سال 2023 در نویه میچورینسکی ولایت تنبوف روسیه بر اثر صدمه مدهش نقلیاتی به هلاکت رسیدند خبردار بوده، همدردی خویش را به نزدیکان فوتیدگان اظهار می‌نماید. همچنین آمده است در اطلاع بر اثر این حادثه ناخوش 3 نفر زادگان دیگر تاجیکستان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارستان محلی بستری گردیدند. سفارت گفت در همکاری با جمعیت تاجیکان منطقه تنبوف به نزدیکان و پیوندان هلاک شدگان و آسیب دیدگان کمک‌های ضروری می‌رساند. طور قبلا خبر دادیم روز 22 آگوست سال 2023 ساعت 18:50 در راه ماشینگر در کنار دهه کچیتوفکا یک ماشین تمغه لادا پریورا با مقصد گذشتن از ماشین‌های دیگر به سمت مقابل حرکت برآمده به ماشین تمغه لادا گرانتا سر به سر زد. در نتیجه صدمه هر 2 راننده در جای حادثه و 2 مسافر در ماشین یوری تعجیلی در راه به بیمارستان جان باختند و 5 نفر دیگر را با جراحت‌های گوناگون بستری کردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 25 آگوست سال 2023 خبر داد که راه ماشینگرد دوشنبه وحدت لخش دوباره برای حرکت همه نمود نقلیات باز شده است. این راه مهم از 23 آگوست به دلیل فرو ریختن سیل در کیلومتر 250 بسته بود. طور قبلا خبر دادیم نیمه دوم روز 23 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 15:40 در کیلومتر 250 راه ماشینگرد دوشنبه وحدت لخش در قلمرو جماعت دیوت سرخاب نویه لخش در نزدیکی موضع ارچکپه بر اثر بالوروی حرارت هوا پیریخ برالموس آب شده است. در نتیجه آب این پیریخ به سیل تبدیل شده و جریان آب دریای سرخاب را مدت 1 ساعت پره بسته است. سیل همچنین 400 متر راه ماشینگرد را شسته، 3 سیمچوب انتقال برق و 150 متر کابل برق را خراب کرده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت برای برطرف نمودن پیامدهای این آفت طبیعی تکنیک جلب کرده شده است و برقرارسازی عاقبت‌های سیل ادامه دارد. به اطلاع این نهاد صبح روز 24 آگوست سال 2023 راه دوشنبه وحدت لخش نیز بسته بود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه در این آفت طبیعی کسی آسیب ندیده است. در یک ماه اخیر راه اساسی نویه لخش واقع در شرق تاجیکستان در مرز وادی رشت با قرقیزستان و علت فرو ریختن سیل‌ها علاکه دست کم بار سیوم بسته می شود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن یک حالت آدمکشی در پنجکند خبر داد. گفته می شود پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که از بی احتیاطی باعث مرگ انسان شده است نسبت به مرد 50 ساله ساکن شهر پنجکند آغاز کرده شده است. نامبرده 23 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 22:00 در حالت مستی در باغ تلویی واقع در خیابان رودکی شهر مذکور رفیقش مرد 50 ساله ساکن همین شهر را با بهانه آنکه او را حقارت و دشنمای قبیح کرده است با دست و پایهایش به سر و روی و دیگر اعضای بدن او یک چند مرتبه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. بعد از گیر شده بر اساس ماده 110 از 12 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 24 مورد آدمکشی و سوء قصد به کشتار و همچنین 54 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی ثبت شده است. این نظر به 39 کشتار و 67 مورد رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که در نیمه اول سال 2022 ثبت شده بود
کمتر است، ولی نگرانی کننده باقی میماند. ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که در نویه اشکوشم یک زن با فرزند خردسالش زیر چرخ ماشین رهگذر مانده است. در نتیجه مادر جان باخته دختر 7 سالش را با جراحت‌های گوناگون بستری کردند. بنا به اطلاع میلیسیا صحنه 18 آگوست سال 2023 ساعت 12:45 شهروند قربان محمدوف عبد محمد سال تولدش 1993 ساکن دیهه ورنگ نویه اشکوشم صاحب 2 فرزند فروشنده در مرکز سودای میر وخان هنگام حرکت با ماشین شخصیش تمغه شفرله رقم قید دولتیش 4992 AA04 در کیلومتر 182 روی ماشینگرد خوروغ اشکوشم از عهده دوره ماشین نبرآمده پیادهگردان فرمانبیکو و گلرخزور رامونبیکوونا سال تولدش 1981 مادر 3 فرزند ساکن دیهه شرگن جماعت ورنگ نویه اشکوشم و دختر نابالغ او شوگونبیکووا ایلنورا سیفیدینوونا سال تولدش 2016 را پخش کرده است. در نتیجه پیادهگرد فرمانبیکووا گلرخزور جراحت‌های جسمانی به سلامتیش برداشته در بیمارخانه در دیهه ورنگ بلاکت رسیده است. نابالغ شوگونبیکووا ایلنورا را عین حال با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه مرکزی شهر خوروغ قرار دارد. از جانب شعبه تفتیشات ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت به راننده قربان محمدوف عبد محمد طبق طلبات ماده 212 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده راننده در حبس پیشکی قرار دارد. تفتیشات این حادثه ادامه دارد. بر راننده بر اساس قسم دوم ماده 212 برای ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه که از بی احتیاطی باعث مرگ انسان و رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی شده است همچون جزا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 5 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مهلت تا 5 سال تهدید می‌کند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. 23 آگوست سال 2023 تقریبا ساعت 19:30 راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا خولوف قاسم خونوویچ سال تولدش 1990 ساکن نویه واسه هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد تیمور ملیک واسه در حدود جماعت دیهات گلستان نویه مذکور از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد بشیروف خول محمد سال تولدش 1997 ساکن همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه بشیروف جراحت‌های وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده 12 سپتامبر سال 2022 با مصلحت پیشکی با مرد 28 ساله ساکن شهر مذکور با رای فریب به باوری مرد 30 ساله ساکن پایتخت درآمده از او 2 عدد اتومبیل تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 200,000 سومونی و تویوتا کمری را به مبلغ 100,000 سومونی نرخ‌گذاری کرده گرفته مبلغشان را تا حال بر نگردانیده است. ضرری رسانیده شده 300,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه دوستی با عریضه مرد 50 ساله ساکن نویه بلخی مراجعت نموده است که 24 آگوست سال 2023 شخص نامعلوم به طریق پنهانی از زمین‌های خواجگیداری عباد واقع در جماعت دیهات خلیورد نویه بلخی یک سر چهارراه کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 7,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 43 ساله ساکن نویه مذکور با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.